اریک اسمیت زمانی که فقط 13 سالش بود، یه پسر 4 ساله بیگناه رو به بدترین شکل کشت و بهش تجاوز کرد. اریک در 22 ژانویه سال 1980 تو ساوانا متولد شد. ساوانا یه شهر کوچیکه که جمعیتش در دهه 90 حدوداً 1000 نفر شد و سال 1993 زمانی که این قتل توش اتفاق افتاد حدوداً 900 نفر توش ساکن بودن. این شهر یه جای امن بود و نرخ جرایمش خیلی پایین بود. بیشتر مردم همدیگر رو میشناختن و همیشه بچه‌هاشون با همدیگه بازی میکردن. اریک بچه بازیگوش و شیطونی بود که عاشق وقت گذروندن با مادر بزرگ و پدر بزرگش بود. اما خب با همه اینا اریک به اختلال انفجاری متناوب مبتلا بود. این یه اختلال رفتاریه و از طریق انفجار ناگهانی خشم و خشونت نسبت به وضعیت پیش اومده خودشو نشون میده. مثل یهویی جیغ زدن نسبت به اتفاقی که تقریباً بی‌اهمیته. مادر اریک زمان بارداری دارویی رو مصرف میکرد که باعث شد لاله‌های گوش اریک افتادگی داشته باشه. همچنین موهای اریک نارنجی بود و صورتش کک و مک داشت. از همون بچگی هم چون چشاش ضعیف بود مجبور بود از عینک استفاده کنه. علاوه بر اینا اریک تو مدرسه تو یادگیری مسائل مشکل داشت. به خاطر همه اینا اونو همیشه تو مدرسه و اجتماع به صورت کلامی اذیتش میکردن و بعضی وقتا حتی کتکش هم میزدن. خیلی‌ها میگن که این آزار و اذیت‌ها تو رفتار خشونت‌آمیزی که اریک بعدها از خودش نشون میده تاثیر زیادی داشته. همچنین تد پدر بیولوژیکی اریک نبود و همین باعث تنش‌های بیشتری تو خانواده‌شون میشد، چون که تد بعضی اوقات عصبی میشد و اریک رو کتک میزد و استیسی ازش دفاع میکرد. اما استیسی هم جون 1993 وقتی که 16 سالش بود از اون خونه رفت. استیسی گفته که اونجا براش مثل جهنم بوده، چون تو اون خونه همیشه دعوا بود و حتی تد 2 بار بهش دست درازی کرده که بعدش استیسی افسرده شده و مواد مصرف کرده. البته بعدها تامی مادر بچه‌ها به استیسی کلی اصرار میکنه تا حرفاشو پس بگیره. از طرف دیگه پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه‌ها از طرف پدر واقعیشون همیشه واسه خواهر بزرگتر اریک استیسی هدیه‌هایی رو می‌خریدن، اما نسبت به اریک خیلی بی‌توجه بودن و طوری رفتار می‌کردن که انگار اصلا وجود نداره. اینم بگم که اریک یه خواهر بزرگتر از خودش هم داشت. علاوه بر اینا اون یه خواهر دیگه هم داشت که بچه مادرش و تد بود. اریک خیلی آتیش دوست داشت و یه بار زمانی که 3 سالش بود نصف شب از خواب بیدار شد و کاغذهای نسبتاً زیادی رو آتیش زد. سال 1989 زمانی که فقط 9 سالش بود گربه همسایه رو با شیلنگ باغ خفه کرد، چون از نظرشون گربه آزاردهنده بود. کمتر از 1 مایل دورتر خانواده 4 نفره روبی زندگی می‌کردند. دیل 34 ساله، دورین 27 ساله و همراه 2 تا پسرشون دریک و دالتون. دریک 2 اکتبر 1998 به دنیا آمده بود و دالتون چند سال ازش کوچیک‌تر بود. دریک که پسر کوچولوی پر انرژی و شاد بود که عاشق دوچرخه سواری بود و خیلی برای رفتن به مهد کودک ذوق داشت. زمان تعطیلات تابستون مدرسه اون شهر یک کمپ روزانه برگزار میکنه که خیلی از بچه‌ها توش حضور داشتن و بیشترشون تنهایی اونجا میرفتن. اریک 13 ساله به این کمپ میره و چند روزی رو اونجا میمونه تا اینکه مسئول کمپ اریک رو به خاطر رفتار نامناسب و بی‌ادبانه‌اش از کمپ اخراج میکنه. اریک 2 آگوست سال 1993 بدون خبر دادن به کسی دوچرخه‌شو برمی‌داره و قهر میکنه و از کمپ میره. همون زمان بود که دریک میخواسته بره به کمپ. کمپ فقط 350 متر از خونه‌شون فاصله داشته و یه جاده مستقیمی هم داشته. واسه همین دورین به دریک اجازه میده خودش تنها بره و اونم از بیرون خونه حواسش بهش باشه. دورین در حال تماشای دریک بود تا اینکه پسر کوچیکش دالتون گریه میکنه و مجبور میشه برگرده داخل. اریک سر راهش دریک رو میبینه و با دوچرخه‌اش به سمتش میره. اون باش صحبت میکنه و بهش میگه که با من بیا، چون من یه راه میانبر از طریق جنگل میشناسم که سریعتر میرسیم به کمپ. دریک اولش قبول نمیکنه، اما اریک انقدر بهش اصرار میکنه و بهش میگه من بقیه رو هم به اونجا بردم، در نهایت قبول میکنه. اریک بچه رو برد داخل جنگل و با سنگ بزرگی بهش حمله کرد و چندین بار به سرش ضربه زد. بعدش لباسای دریک رو از تنش در آورد و با شاخه درخت دریک 4 ساله رو مورد تجاوز قرار داد. بعدها پزشک قانونی علت مرگ رو ضربه خفیف به ناحیه سر و گردن همراه با خفگی اعلام کرد. حدود 1 ساعت بعد هوا طوفانی شد و کمپ برای اون روز لغو شد. ساعت 11 ظهر بود که دورین اومد تا دریک رو برگردونه، اما متوجه شد که بچه‌ش اصلا به اون کمپ نرفته و ناپدید شده. اون به پلیس خبر داد تا دنبال بچه‌ش بگردن. همچنین خودش به همراه مردم اون محل دنبال دریک گشتن. تقریباً 4 ساعت بعد جسد برهنه دریک 4 ساله پیدا شد. اونا وقتی دریک رو پیدا کردن که جمجمه‌اش کامل خورد شده بود و وضعیت خیلی وحشتناکی داشت.
پلیس نتونست اثری از قاتل پیدا کنه و این پرونده چند روز حل نشده باقی موند. 8 آگوست یعنی 6 روز بعد از وقوع قتل، اریک پیش مادرش اعتراف کرد که دریک رو به قتل رسونده. همون شب خانواده‌اش اریک رو به اداره پلیس بردن و چیزایی که اعتراف کرده بود رو بهشون گفتن. اریک بعدها اعتراف کرد که بچه‌های کم مسخرش میکردن و واسش قلدری میکردن. اونم عصبانیتش از مسئول کمپ رو چون اخراجش کرده بود سر اون بچه 4 ساله خالی کرد. دلیل اینکه با شاخه درخت بهش تجاوز کردم این بود که مطمئن بشه دریک مرده. تقریباً 1 سال بعد در 16 آگوست 1994 دادگاه اصلی اریک برگزار شد. تو این دادگاه اریک به قتل درجه 2 و به حداکثر مجازات برای جنایتکاران نوجوان محکوم شد. یعنی 9 سال حبس در زندان در صورتی که رفتار خوبی داشته باشه. البته خیلی چیزا هستن که باعث میشن همچین زندانی نتونه آزادی مشروط بگیره، مثل درگیر شدن رسانه‌ها، مخالفت شدید خانواده مقتولین و پارتی بازی و خیلی چیزای دیگه. در مورد اختلالی که اریک داشت، کارشناسان دادگاه این تشخیص روانپزشک رو رد کردن، چون این بیماری خیلی کم تو بچه‌ها و کسایی با سن اریک دیده میشد. برای تشخیص بهتر، یه تیم پزشکی رو اریک آزمایش انجام دادن. این متخصصا عملکرد مغز، سطح هورمونا و سلامت روان اریک رو بررسی کردن و در کمال تعجب هیچ موردی برای توضیح و توجیه رفتار خشونت‌آمیز اریک پیدا نکردند. اریک در حالی که تو زندان بود یه نامه عذرخواهی برای خانواده روبی نوشت و چون این پرونده خیلی رسانه‌ای شده بود این نامه رو تو تلویزیون ملی هم خوند. متن نامه این بود که من میدونم کاری که انجام دادم باعث شد که خانواده روبی بچه‌شون رو از دست بدن. برای این کارم واقعا معذرت میخوام. سعی کردم تا جایی که ممکنه درباره چیزایی که دریک هیچ وقت نمیتونه اونا رو تجربه کنه فکر کنم. تولد 16 سالگیش، کریسمس، داشتن خونه خودش، فارغ التحصیلی، رفتن به دانشگاه، ازدواج و اولین بچهش. اگه بتونم برگردم به گذشته، جامو با دریک عوض میکنم و تمام دردی که بهش دادم رو تحمل میکنم. اگه این کارونو زنده میکرد حتما انجام میدادم، اما نمیتونم. اریک آخر این نامه گفت که نمیتونه تا آخر عمرش این دیوارا، سیم خاردارا و ظرفای فلزی رو تحمل کنه. همچنین اون تو همه مصاحبه‌اش از دریک معذرت خواهی کرد. اریک 3 سال تو زندان نوجوانان بود و بعدش به زندان بزرگسالان منتقل شد. همچنین از سال 2001 تا 2019 هم 4 بار زندانش رو عوض کردن. اریک از سال 2002 10 بار درخواست آزادی مشروط به دادگاه داد و هر 10 بار درخواستش رد شد. بعد از جلسات دادرسی آزادی مشروط ناموفق اریک تو سال 2012 هیئت آزادی مشروط نگرانی خودش رو در رابطه با برقراری امنیت عمومی اعلام کرد و گفت موافق آزاد شدن اریک نیست. پدر و مادر دریک هم به شدت مخالفت می‌کردن. اریک توی یکی از جلسات دادگاه آزادی مشروطش گفت که اگر آزاد بشه دیگه به شهرشون بر نمیگرده و به یه پناهگاه برای بیخانمانا میره تا اونجا زندگی کنه. در آخر اریک 1 فوریه 2022 زمانی که 41 سالش بود از زندان آزاد شد. به نظرتون 27 سال برای کاری که اریک با اون بچه بیگناه انجام داده بود کافی بود؟